I run successful. She runs quick. I have a dog beautiful. همه این جملات اشتباهن. چرا؟ سلام، من مهدی نصری هستم و اینجا هم کانال تیچر نصر، جایی که قراره با هم دیگه از یادگیری زبان لذت ببریم. امروز اومدم پیشتون با یکی دیگه از ویدیوهای پلیلیست گرامر از پایه تا پیشرفته و همونجور که توی ویدیوی قبلی قول داده بودم، قرار بود که توی این ویدیو در مورد word classes یا نقش کلمات در جمله با هم دیگه صحبت کنیم. قطعاً نقش‌های متفاوتی هست اگر بخوایم بررسی کنیم، اما امروز می‌خوایم فقط در مورد 4 تا از اونها صحبت کنیم که اون 4 تا میشن nouns, verbs, adjectives, adverbs. پس بریم و بیایم تا با همدیگه بریم ببینیم که هر کدوم از اینا چه تعریفی دارن و چه جایگاهی در جمله باید داشته باشن. خب بریم سراغ دسته اول، nouns یا اسم. معمولا وقتی به بچه‌ها میگیم که یک کلمه ناونه یا یک کلمه اسمه، به اشتباه فکر میکنن که ما از اسم یا ناون فقط منظورمون اسمای خاص مثل علی، رضا، حسین. ولی خب اینجوری نیست. وقتی میگیم که یک کلمه ناونه، در واقع تعریف ناون به ما اینو میرسونه که کلماتی هستن که اشاره میکنن به چیزهای مختلف مثل اسم آدم‌ها، اسم یک شهر، اسم یک برند. دسته‌های مختلفی داره. common nouns یا general names، مثلا dog، city، car، اینا رو ما بهشون میگیم general names. یا مثلا proper nouns که همون specific names خودمون میشه، اسمای خاص مثل London، مثل جان، مثل سامسونگ که خب اسم یک برند، لندن اسم یک شهر، جان اسم یک آدم. و دسته بعدی که ما بهشون میگیم ideas یا abstract nouns، چیزهای مختلفی مثل ایده ها رو به ما میرسونه، مثل love یا freedom. noun ها 2 تا دسته دارن. دسته اول رو بهشون میگیم countable nouns و دسته دوم میگیم uncountable nouns، قابل شمارش و غیر قابل شمارش، که خب در درس مربوط به خودش و در ویدیوی مربوط به خودش بررسیشون میکنیم و یادشون میگیریم. بریم و برگردیم و میخوایم در مورد پلیسمنت ناون ها با هم دیگه صحبت کنیم و یاد بگیریم که ناون ها چه جایگاهی در جمله میتونن داشته باشن. خب اگر بخوام در مورد پلیسمنت ناون ها با هم دیگه صحبت کنیم، باید بگیم که در واقع ناون ها 2 تا جایگاه دارن در جمله. اولیش به عنوان سابجکت و بعدش به عنوان آبجکت. وقتی به عنوان سابجکت میاد، یعنی به عنوان فاعل جمله میاد، در اول جمله باید استفاده میشه. مثلا میگیم چی؟ میگیم the dog barks. یا میتونه به عنوان آبجکت بیاد که خب همون مفعول میشه. حالا اگر بخوایم که به عنوان آبجکت استفاده کنیم، 2 تا حالت پیش میاد. یا میشه direct object یا میشه object of a preposition. منظورمون از direct object یا مفعول مستقیم اینه که دقیقاً پشت یک فعل میاد. مثلا میگم I love pizza. اینجا دقیقاً آبجکتمون داره پشت فعل love یا پشت فعل like میاد. یا مثلا میگم که I went to the park یا he went to the park. این park داره برای من بعد از preposition to میاد، پس اینجا میشه object of a preposition. حالا بریم و برگردیم، بریم سراغ قسمت بعدی. میخوایم در مورد verbs با هم دیگه صحبت کنیم. خب بریم سراغ دسته دوم، verbs یا همون افعال یا فعل خودمون. وظیفه‌ای که دارن اینه که باید یک کاری رو یا یک حالتی رو برای ما بیان کنن. دسته‌های متفاوتی دارن مثل action verbs، افعال مثل run، go، see، watch، play. اینا رو ما بهشون میگیم action verbs. دسته بعدی بهشون میگیم linking verbs، to be هامون مثل am، is، are، یا مثلا فعل seem یا مثلا فعل become. اینا رو ما تحت عنوان linking verbs میشناسیمشون. دسته بعدی رو بهشون میگیم helping verbs، افعال مثل have، مثل do، اینا رو تحت عنوان helping verbs یا افعال کمکی میشناسیم. و دسته آخر رو بهشون میگیم modals مثل can، must، should. حالا بریم و برگردیم و در مورد جایگاه افعال و جایگاه یک فعل در جمله میخوایم با هم دیگه صحبت کنیم.
خب به طور کلی اگر بخوایم در مورد جایگاه فعل در جمله با هم صحبت کنیم باید بگیم که بعد از فاعل میاد یا بعد از سابجکت میاد. یعنی اول من سابجکت رو میارم و بعدش فعل رو. مثلا میگم I play basketball. اینجا I میشه فاعل من و بعد از اون میگم play میشه فعل من. خیلی راحت. جایگاه دیگه ای هم داره و میتونیم دسته‌بندی‌هاشو دسته‌بندی‌های دیگه هم داشته باشیم، ولی خب تا همینجا میخوایم تا همین لول نگهش داریم و در کل میگیم که فعلمون بعد از فاعل میاد. بریم و برگردیم با هم دیگه سراغ دسته بعدی، بریم سراغ adjectives. خب بریم سراغ دسته سوم، adjectives یا صفت‌ها. در واقع صفت‌ها اومدن که ناون‌ها رو واسه ما توصیف کنن. قراره که اسم‌ها رو واسه ما توصیف کنن و هدف اصلیشون اینه که اطلاعاتی در مورد شکل، اندازه، رنگ یا کیفیت یک کار به ما بدن، کیفیت یک ناونی رو به ما بدن. ترتیبی داره استفاده از این صفت‌ها که بریم با هم دیگه بررسی کنیم. میگیم اول از همه opinion رو میگیم، بعدش size رو میگیم، بعدش age، بعد shape، بعد color، بعد origin، material and purpose. مثال داریم زیرش، میگیم a beautiful small old round blue French wooden chair. که ببینید روی ترتیبی که اون بالا داشتیم همه این صفت‌ها داره استفاده میشه. بریم و برگردیم بریم سراغ جایگاه این صفت‌ها و ببینیم که یک صفت در جمله چه جایگاهی باید داشته باشه. در مورد جایگاه صفت اگر بخوایم توضیح بدیم باید بگیم که دو تا جایگاه داره، یا قبل از noun یا قبل از اسممون میاد. مثلا میگیم a beautiful flower، a cute dog، یا باید اونا رو مستقیما بعد از یک linking verb استفاده کنیم. مثلا I am happy، he is sad، you look tired. ببینید که اینا linking verb هایی هستن که ما داریم اونا رو استفاده میکنیم و صفتمون دقیقاً داره پشت اینا میاد. پس دو تا جایگاه داره، یا قبل از noun یا مستقیما بعد از linking verbs. خب بریم سراغ دسته آخر و دسته چهارم، adverbs. دقیقاً همون وظیفه‌ای که adjectives واسه noun ها داشتن و اومده بودن که توصیف کنن اونا رو، قیدها هم همون وظیفه رو برای verbs، adjectives یا حتی دیگر adverbs دارن. یعنی اینا اومدن که واسه ما افعال رو بیشتر توصیف کنن، اومدن واسه ما یک سری صفت‌ها رو توصیف کنن، یا اومدن واسه ما یک سری قید دیگر رو بیشتر در موردشون توضیح بدن. خب بریم سراغ جایگاه قید و ببینیم که اگر بخوایم یک قید رو در جمله استفاده کنیم چجوری و در کجای جمله باید بیاریمش. اگر اون قیدی که داریم قرار یک فعل رو واسه من توصیف کنه، معمولا میگیم که بعد از فعل یا در آخر جمله میاریم. مثالی که داریم میگیم he speaks loudly یا he runs fast. اما اگر اون قیدی که دارید قراره که یک صفت و یا یک قید دیگر رو توصیف کنه، قبل از اونها باید بیاد. مثالی که داریم میگیم it's very cold today. cold اینجا واسه من صفته و very قیدیه که این cold رو داره واسه من توصیف میکنه یا مودیفای میکنه. و مثال بعدی میگیم she runs extremely quickly. اینجا دوباره quickly واسه من یک قیده و extremely قیدیه که قبل از یک قید دیگه دارم استفاده میکنم. اما اگر دارید از adverbs of frequency استفاده میکنید، قیدهایی مثل always، sometimes، often، دو تا حالت پیش میاد. ما میگیم قبل از فعل اصلی استفاده میشه، مثل he always eats breakfast، یا بعد از فعل to be، مثل she is often late. پس ساختار قید به این چند تا ترتیبیه که گفتم. باید حواستون باشه که آیا میخواد یک فعل رو توصیف کنه، میخواد یک صفت رو بگه، یا میخواد یک
قید دیگر رو توصیف کنه. ممنون که تا اینجا پیش من بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.